سلام به تاجیکستان، سلام به همه فارسی زبان‌ها سر تا سر دنیا. بچه‌ها چطورین؟ خوش اومدین به چنل خودتون. امیرمونم، من امیرحسینم و پدرم که توی این ریاکشن حضور داره. به درخواست شما که خیلی خیلی گفتین که پدر عزیمت تو ریاکشن ها باشه و اینا، و منم درخواست کردم و پدر اومد توی ریاکشن. به این یکی که قرار بود سورپرایز باشه واسه من فرستادین، ظفر نوزیم هستش و قرار ما ریاکشن بریم. بابا یه سلام به مردم تاجیکستان. درود بر شما مردم شریف تاجیکیا. شمع را گفتم چرا تو عاشق پروانه ای؟ در فراق یار می سوزی مگر دیوانه ای؟ شمع گفتا دل که عاشق هست داند حال من، عاشق پروانه‌ام خواند همی احوال من. عاشق و معشوق را حال و هوای دیگر است، قصه لیلی شنو ما را نوای دیگر است. در ره عشقت بباید از سر و جان بگذری، گر بخواهی مهر او باید ز جانان بگذری. قلب عاشق را نباشد مرهمی جز وصل یار، بلبل عاشق به گل خواند سحرگاه بهار. این دل مسکین مکن خرده نگو دیوانه ای، من خوشم از عشق و مستی نیست ما را خانه. خیلی سورپرایز شدم. من می‌خواستم تازه بگم بچه‌ها قراره هر ویدیو یکی از شعراش، بابام شاعره 30 ساله، قراره یکی از شعراش بخونه. یهو خوندی من اینجوری چیکار نمی‌کنم. بعد آره دیگه بابا خون شعرشو. و بچه‌ها ما به خاطر اینکه یه دونه هدفون داریم فعلا با ایرپاد خیلی ضعیف هم هستش، با این مجبوریم گوش بدیم و بابا هم سر همین یه خورده مشکل داره. لطفاً با لایک، کامنت، سابسکرایب کمک کنید به من که زودتر برسم رو به جلو و بتونم 2 تا هدفون خوب بگیرم که با هم دیگه با هدفون موزیکو گوش بدیم. بچه‌ها اتحاد فارسی زبان یادتون نره. تاجیکستان به پیش. به پیش. حداقل برای 50 سال میشه این موزیک ویدیو. ببین کیفیتشو خیلی قدیمی. چه سازیه؟ ایران که ما شبیه این تار داریم، حالا من نمیدونم دقیقا الان چی. یا تار باشه بکنم. بریم ادامهش. بعد من بچه ظفر ناظمو نمیدون تا رو ندیدم، فکر کنم خودشه دیگه داره میخونه میزنه. باز آمدم با کوی توی قبله امید، ای مادره که ساحت جانم سرای تو. اسم موزیک رو یادم رفت بگم، اسم موزیک مادره. مادر. بعد میفهمی چی میگی کامل؟ مثلا تقریبا آره. باز آمدم که باز سزنم بر مزار تو. نه میگه آره، ولی میگه باز آمدم بوسه زنم بر مزار تو. مادرش فوت شده. خدا بیامرزه مادر. مادره که جان و دل من فدای توست. باز آمدم که باز سزنم بر مزار تو. این مجسمه توی تاجیکستانه بچه‌ها، اینو بهم بگین حتما. و اینکه مجسمه نماد چیه؟ نماد مادره. مادری آره. تو اولین بار دارم میبینم و هنوز تو تاجیکستان هستش. اینو واسه من حتما بنویسید. ای مادره که جان و دل من فدای تو. نظر اولین بار داریم ریاکشن میدیم، چطوره؟ نظر چیه؟ خوبه. ادامه‌ش هم گوش بدیم. بریم عزیز.
یاد کی افتادم من؟ یاد کی افتادم به نظر؟ میدونم. بریم جلوتر ببینیم تو یاد کی میافتی. یاد کسی نیافتادی؟ خواننده رو نمیگم ها، ظفر ناظم رو نمیگم، شعرش رو میگم. ادامهش گوش بده. طبیعت خوشگل. مثل اونجاییه بچه که ما زندگی میکنیم، فکر کنم شماله. متوجه نشدی؟ الان صداش قوی تر میشه، سرت بیا چپ، قشنگ متوجه میشی. بدن که آهنگه. چرا میگم دوتا بذار؟ به خاطر اینکه الان کامل داری قشنگ گوش میدی، بیشتر متوجه میشی. سینه میگه غمخانه در فراغ تو. خیلی سوزناک. آن کس که هست از غم من با خبر کجاست؟ قطع کنم میگه نبودم از غم به مادری، ولی مرگت پیام داد که به مادری بلاست. قطع کنم کلا. بچه‌ها برای همین میگفتم کیفیت صدا، گفتم واسه خودم هم بهش بدم که بیشتر متوجه بشه. مادرش که میشه مادر بزرگ من چند ماه پیش فوت کرد و اینکه من اصلا نمیدونستم داستانش چیه، اصلا نمیدونستم داستان این آهنگ چیه و اینا دیگه سوزناک بود. بریم ادامهش. نبودم از غم به مادری، ولی مرگت پیام داد که به خدا روی مادرت و مادر بزرگ منو ببخش و بیامرزه و شاد کنه. چند ماه پیش فوت کرد و ما دیگه مادر بزرگ نداریم. میتونی ادامه بدی واقعا؟ آره. مطمئنی؟ اشکم داره میاد. بریم ادامهش. از وقتی هم که اشک درمت احساسی شدی یک سره داری میگه مادرم 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 مادرم. اصلا انگار متوجه میشه که ما کجا اون درد داره که هی سوز آهنگ رو داره بیشتر میکنه. ظفر ناظم که با اون صدای سوزناکش داره.
مادر به خوب خوش که در نمیروی جانم فدای روی تو من زیر مبارکم. بذارم گوش بدی؟ بسر واسه مادر میخونه. نه سریای بعدی میگم صداش خیلی سوزناک هم این مال مادره. واسه همینه بیشتر. مادر به خواب کعبه من خاک کوی توست قربان خاک کوی تو من زیر راستی الان مبارک. که تو داری کامل گوش میدی و میگم چجوری داری راجع به چی داری میخونی؟ چجوری میخونی؟ کلا مادر میخونه، سوزناکه، پر از غم درده، از درد مادر میگه. مادر به خواب کعبه من خاک کوی مادر کعبه من. توست چی؟ مادر کعبه من. داره میخونه؟ قربان خاک کوی تو من زیر مبارکم. مادرم ولی اینجا از همه جاش سوزناکتر همین تیکه هست. وای مادرم شان صداش میاد خیلی سوزناکه و اگه من میدونستم اینقدر احساسی میشی اشک در میاد من این یه دونه رو بهت نمیدادم. هی داشتن تلاش میکردن که بهت بدن که متوجه بشی راجع به چیه. یه دونه بود و حالا دیگه دادم و دیگه اشک تو در آورد. نمی‌دونستم. وای مادرم مادرم جان مادرم یه اینقدر سوزناکه صداش اینجا واسه من میاد. این پادکست اینجا تو اند اسکرین یه چیزی اومده واسه ویدیو 1 ساعت و 19 دقیقه و 47 ثانیه است. نمیدونم بچه داستانش چیه. حتما این اند اسکرین هم بگین که این ویدیویی که اضافه شد 1 ساعت و 19 دقیقه خورده 47 ثانیه است. داستانش چیه؟ از ظفر ناظم مادر. چه ترک سوزناکی آخرش خداوند روح همه مادر آخرین رحمت بکن. آمین یا رب العالمین. و بچه‌ها نمیدونم فرستادین میدونستین که ما اشکمون در میاد که من که نه. حالا اشک من در نیومد اشک پدرم در اومد چون مادر دیگه مادر و در اومد اشک احساسی شد و خیلی سوزناک بود. اگه پیامی داری بلند برای مردم تاجیکستان بگو که بریم واسه ریاکشن. یه پیام بذار واسه مردم تاجیکی عزیز دل. واقعا خیلی برادر دارم. این مدت بعد بهت نشون میدم تو اینستاگرام بهم پیام میدن کامنت میذارن. خیلی دوستشون دارم. عزیزان من هر کی مادر داره بعدش بدونه. امیدوارم سایه‌شون بالا سرتون همیشه مستدام باشه. بچه‌ها دوستتون دارم. یه پیام همیشگی که دارم میگم که با هم 1 2 3 تاجیکستان بپیش.